بچه ها، اگه الان دوستم اومده تو مپ، دوستم تو مپه و شاید خونشه و من قرار که اون TNT ها رو بزنم و بترک کنمش. حالا بریم سراغش ببینیم کجاست. بریم سراغش ببینم کجاست. بریم سراغش. نه انگار هنوز تو مپ نیومد، داره میاد تو مپ. چون من زنگی زدم بهش گفتم بیا تو مپ بازی کنی. اگه هم یادتون باشه که من ویدیو رو هم وصل میکنم. اینجا دیسپنسر ایناست، اونجا هم TNT بودو بذار کزم تو نایمده تو من بودو اینو بذارم بازی هم تو کنم بیش شک نکنه. ایه داری میاد، داره هنوز لود نشده. برو خب من زدم من تو خونم بودم. الان فکر کنم دیگه اومده تو مپ. بذار دو دیگه بده. بچه ها درم نمیدونم چرا کنده شد. خب علیرضا آمدی تو مپ؟ سلام بچه ها، چطوری؟ سلام بچه ها میکنه خوبی؟ من دارم ویدیوی جانانه میزنم، اونم توی خونمون چیه اون بالا. خب اینا فکر کنم بالگردن. خب بعد ما اومدیم که یه بازی بکنیم با دوستم همون امیرحسین گمیرود. منم که میشناسیم علیرضا خفن. بله دیگه ما تو خونه دی. آره تو حیات خونم. بچه ها بریم یه ثانیه بار تو خونه رفتم جایزه گذاشتی؟ آره 2 دقیقه تو خونه بمون. باشه 4 دقیقه تو خونه بمون. من الان بازی میکنم. بگو وای جایزم کجایه؟ دایی زده الان میفهمید کجاست. چه جایزم آماده میشه؟ حالا میفهمی. لا 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 سالا کلام کلافا بیارش بیرون. کلاف جایزت کشک کلاف به جایزت کشک کلاف بگوشه. هر بس به خوبه کلاف همینجا برمون. خب بچه من دوباره صدامو قطع کردم. بچه فکر کنم یه ذره طول بکشه تو خیلی دورار یه ذره طول میکشه. نگاه کن این چوری چیه داداش ماست. چوری چی خونه کنار خونه ده صدا ها بست. چوری چی کنار خونه ده. صبر کن یه لحظه چوریچی ما بیارد اینجا. الان چوریچی رو میارمش. داره بیاد اینجا. باش چوریچی ده برای چی دلم براش تنگ شده. هنوز ندیدم. آره چند روز نایمده تو من چوریچی ده کشته. چوریچی ما بیاد. آوردمش. نشی چوریچی میخواد بچه بذار. چوریچی ده خودش هنو بچه است.
نه من بلدم بچه بزنمه. بیا بذارش اینجا. بابا یه نور بذار هیچی نمیبینه. اینجا. یه کدومشون آتیش بزنه؟ نه تو را آتیشت بزنه. بابا نه من هیچی نمیبینم. بذارم تو خونه. وایسا یه دقیقه من برم این خونه. صبح شو؟ نه چرا؟ بچه اون گوگلیه، چون گوگلیه اصلا کوچولو بزرگ شد. الان خیلی باحاله. از چه تو خونه همه؟ نه یا تو خونه؟ چرا؟ نه یا تو خونم کار دارم. افتادم. یه دقیقه نه نزدیک خونه. باشه الان تو کجایی؟ نه نزدیک خونه. تو خونه؟ بچه ها صدامو بستم. یه چیزایی از یه ردستون کنده شده. یه ردستون بودم تو نیومد. یه ردستون بذارم. یه ردستون تولی بذارم. بچه ها من بلم خونه یه ردستون تولی بذارم. من صدامو بستم. این صدامون داره واسه من میاد. ردستون ردستون. بچه ها من الان تو خونه میخوام یه خونه جدید درست کنم. بله دیگه همینه یه خونه جدید درست کنم. بچه ها هیچی نمیتونم ببینم. یه چه روشنش کردم. الان بیتره کرد. صدا من هم بس کردم. اون موقع فکر کنم صدا من شنیده. هرکی از خونه رفته فکر کنم. یانزد چرا یه چی تورچ برم. بابا هیچی نمیبینم. تورچ مشکل از چیه؟ کار میکنم. چرا اینجا شست؟ وایسا ببینم. حالا باید بس بشه دونه. خب خوشتای بندری میرقصه. گفتم یه مشکلی داره. دیگه باید بریم. دیگه باید بریم. قرآن نزدیک خونم. رسونه علی رضا بله میخوای بیای خونم بیا. الان میام داشتی. فقط من اینجا خونم رو درست کنم الان. ماتیچت واقعا نیفتاده؟ نه بازه. من رفتم یه ثانیه بیام. تو جایزه من تو داری آماده میکنی. منم دارم خونم بود. آره تو نه تو من جایزم آماده کنم. جایزم که آماده شد بهت میدم. جایزه 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 جایزه
جایزه آماده شد. آره کجاست؟ خونه رو باید نگاه کن. من که فعلا دارم خونم رو آماده میکنم. برو اون یک خونه رو نگاه کن. الان خب چه خبر؟ این 2 دقیقه تو خونه رو وایسا. در بذار ببندم. نه بگیم تو خونه دی. بچه ای چه اتفاقی واسه فکر کنم میخواد TNT رو این جایزه خوشگله ده. این جایزه قشنگه ده. آره من یه نگفتم بچه آقا آره، این جایزه. کارش نداشتی؟ نه اون کاری ندارم. جایزه قشنگ خوشگل نفس جایزه خیلی بدی. جایزه خوبیه اشکال نداره. بعد درستش میکنی؟ یه خونه دیگه داره درست میکنی؟ من یکی تو جایزه بالاخره اصلا بوده خود کردم. لا آقا این دست باید توی مودی که نست کردم دست باید اینطوری 3 ساعت اینطوری میگریش بیر میکنی. اگر مودیشو خواستین تو کامنت ها اگه گفتین مودیشو بگو تو کامنت ها اسمشو میگم. خودتون برین خودشون. من اون سایت چیزی نزدم که به توش برین ناز کنین. ناکن اینجا اتاق ساخت و سازمه. فکر کنم دیدین این اتاقم اینم از گوگلیمه. سوارش بشم بره از گوگلی. نمیدونم چرا تو خونم ماینکرافت بره. خیلی خوب قشنگ زدم چسبوندمش کفزیمین. کفزیمین. خوب سلام من اومدم خونه تو. سلام داری خونه میسازی؟ در اینجا رو بکن من میان تو. نون نداری یه ذرتی تورچ بزن و هیچی نمیبینی. مرغ پوچولو اصلا تو همینجا بمون. موقع رو کاریش نداشته باشی. نه با تو خود اینقدر. آره دیگه آتیش بزنم. آقا نکن. گناه دارید آخه چرا آتیش زدم. چرا میدونه اونجاش پس خونمه. اینم چرا آقا میدی همین دیگه. بچه انتقاممان را ازش گرفتیم. پس تا ویدیوی بعد خداحافظ. و من امیرحسین گیم رود هستم. لایک و ساب یادت نره. ولی اگه واقعا حالا لایک و ساب زیاد کن کامنت هم بذار. خداحافظ.